Мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения символизирует духовное очищение и прощение грехов. اسماعیل را میخوانم با آوازی بلند، نام اسماعیل را میخوانم با آوازی بلند. من اسیر خنجری خونی رزانت شدم، من اسیر خنجری خونی رزانت شدم. عید سعید قربان که از جمله سنت‌های پرارزش دینی خلقمان میباشد فرا میرسد. روز عید برای همه روز شادی و سرور به شمار رفته، خصوصا به شخصان ثروتمند واجب گردیده است که یتیمان و معیوبان و محتاجان و کمبیزاعت‌ها را نیز به این شادی شریک گردانند. قربانی کردن یکی از سنت‌های این عید میباشد.